سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به چنل خودتون، چنل اگزوتیک چنل. تا حالا سوال شده براتون که خطرناکترین مکانهای زمین کجاهاست؟ بریم داشته باشیم. جاده یونگاس در بولیوی یکی از خطرناکترین جاده های دنیاست. چرا؟ الان بهتون میگم. در ارتفاع 4651 متری از سطح دریا قرار داره. عرضش در بعضی نقاط نهایتاً به 3 متر میرسه و در بعضی از نقاط ارتفاعش تا دره به 607 متر هم میرسه. به خاطر وجود گرد و غبار و بادهای مرطوب از جنگل‌های مجاورش، طوفان‌های بارونی و رانش گل از اتفاقات همیشگیش هستن. در طول دهه 90 سالانه 200 تا 300 کشته داشته. هرچند الان دولت بولیوی اومده یک جاده امن‌تر ساخته، اما همچنان از این جاده استفاده میشه. البته اگه جرأت داشته باشید برید. آره. غار کریستال یکی از عجیب ترین های این لیسته. در عمق 305 متری زیر کوهی در نایکای مکزیک قرار داره. کریستال‌های این غار که طول بعضی هاشون تا 12 متر و وزنشون که میگم کاملا فکته ها، تا 55 تن هم میرسه. چی جوریشو من نمیدونم. از سلنیت سفید تشکیل شده که حاصل واکنش مواد آتشفشانی در آب هستن. اما چرا این مکان خطرناکه؟ این غار بالای یک لایه ماگمایی زیرزمینی قرار داره که دمای این غار رو تا 45 درجه بالا میبره. رطوبت تا 99% میرسه. این شرایط باعث میشه که عرق نتونه از روی بدن شما تبخیر شه و قاعدتاً خنک نمیشید. به همین دلیل تو 10 دقیقه به خاطر گرمازدگی و یا نارسایی اندام ها ممکنه بمیرید. جزیره مارها. این جزیره یکی از جزیره های برزیل هستش به نام این چیزی که این بالا می نویسم. تلفظش خیلی سخت بود و خواستم آبروم حفظ شه حقیقتا. حالا در این جزیره حدود 4000 مار کشنده وجود داره. این مارها از یک نوع افعی به نام گلدن لنس هد هستن که جالبترش از مرگبارترین نوع مارهای آمریکای لاتین شناخته میشه. در هر متر مربع از این جزیره 5 افعی گلدن لنس هد وجود داره. فوبیای من مار خیلی موجوده، کریپی و چندشی. در حال حاضر فقط دانشمندا اجازه بازدید از این مکان رو دارن. دره مرگ. میریم به کالیفرنیای آمریکا. این بیابون که دماش گاهی تا 56 درجه سانتیگراد هم بالا میره، سالانه 1 تا 3 کشته داره. دلیل؟ گرمازدگی. البته فقط گرمازدگی خطر موجود نیست. وجود مارای زنگی، عقرب، عنکبوت بیوه سیاه و شیر کوهی باعث خطرناکتر شدن این مکان شدن. حالا این نکته خیلی مهمه. هر کاری اینجا کردید کفشاتون رو در نیارید، چون سطح این جهنم تا 94 درجه داغ میشه و کف پاتون رو یه استیک ولدان تحویل میده. بله. یه معضلی هم که این منطقه داره، گردشگرا میان رو زمین تخم مرغ میشکنن که تیک تاک بگیرن یا بقیه نشون بدن که آقا اینجا تخم مرغ رو زمین میپزه. همین. اوکی چی؟ اسکول. شهر اویمیاکن با 500 نفر جمعیت در شرق روسیه یکی از سردترین مکانهای زمین برای سکونت هستش. میانگین دما در زمستان منفی 50 درجه اعلام شده که تا 68 هم پایین میاد. به خاطر یخ زدن لوله ها توالتاشون توالت گوداله که این شکلی دوستان. فکر کنید واسه هیچی برش. غذای محلیشون به خاطر این سرمایه وحشتناک گوشت و ماهی منجمده.
فکر بیرون رفتن توی این مکان رو هم نکنید، چون باید لباسهای مخصوص از جنس خز بپوشید که خیلی هم گرونن. قیمت بعضیاش تا $15,000 میرسه. واسه خرید این لباسا وام میگیرن این 500 نفری که اونجا هستن. خب اسکلین پاشید برید یه جای گرمتر. آخه چرا؟ سوراخ‌های وحشتناک. سوراخ اول گریت بلو هول نام داره که 14,000 سال عمر داره. عمقش حدود 124 متره. اینقدر بزرگه که از فضا دیده میشه. شنا کردن خیلی خطرناکه، چون ممکنه گرفتار جریانای قوی کناره های سوراخ بشید و برید جایی که نادر رفت. پر کوسه است از انواعش، یعنی هر مدل که شما بخواید. کوسه صخره‌ای کارائیب، کوسه پرستار، کوسه چکشی، کوسه گاو نر، کوسه باله مشکی. آقا نرید اینجا. کوسه جایی که کوسه هست نباید برید، یادتون باشه. سوراخ بعدی معدن میر نام داره که یک معدن روباز الماس در روسیه است. عمقش حدود 518 متره. سال 2017 نشت آب باعث شد که با 283 میلیون متر مکعب آب پر بشه. این مقدار آب برای پر کردن 1200 تا استخر المپیک کافیه. انقدر عمیقه که هلیکوپتر نباید از بالاش پرواز کنه، چون ممکنه که به داخل این سوراخ کشیده بشه. حالت مکنده گرفته این سوراخ عزیز. انقدر این سوراخه که میمکه، خیلی میمکه. ساحل اسکلت بخش شمالی ساحل اقیانوس اطلس در نامیبیاست. در واقع بخشی از صحرای نامیبیا هستن ایشون که پیدا کردن آب خوردن تو این صحرا خیلی سخته و تقریبا غیر ممکنه. کنار دریایی دقیقاً، ولی آب نداشته باشید به فنا رفتید. جدای از اینها، یعنی نبود آب و این داستانا، بماند که شکارچیایی مثل شیرای صحرایی، کفتارها، یوزپلنگ‌ها و شغال‌ها وجود دارن که منتظر استقبال ازتون هستن. اگر توی این ساحل قدم بزنید حدود 1000 تا کشتی شکسته میبینید. آبای این منطقه به خاطر باد و طوفان و جریان‌های قوی خیلی خطرناکه. خلاصه که خشکی باشی یه جور به فنا میری، بیای هم سمت آب اونجا هم یه مدل دیگه به فنا میری. پای فیل. اگر بخواید از این مکان دیدن کنید 5 دقیقه بعدش میمیرید. این حباب از جنس توده‌ای به اسم کوریومه که از ترکیب سوخت هسته‌ای و فلز ذوب شده پس از انفجار که از راکتور خارج شده تشکیل شده. به نام پای فیل شناخته میشه و تو قلب حادثه چرنوبیل قرار داره. منطقه چرنوبیل حدود 2590 کیلومتر مربع مساحت داره که به خاطر سطح تشعشعات واسه زندگی انسان اصلا مناسب نیست. سرطان میگیره دوستان. هرچند گردشگر تحت شرایط خاصی میتونه بره، ولی این قسمت پای فیل کاملا ممنوعه. یه سازه فولادی دور این پای فیل ساختن که ساخت همین سازه که اسمش هم اینجا مینویسم حدود 20 سال طول کشید. وقتی بیرون این سازه باشید تقریبا در امانید، اما اگه برید داخل فقط 30 ثانیه طول میکشه که تهوع و سرگیجه بگیرید. بعد از 2 دقیقه سلولای شما شروع میکنن به مردن و بعد از 5 دقیقه شما میمیرید. خب امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، پسندیده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اون زنگولم اگه بزنید خیلی خوشحال میشم. نظر، پیشنهاد و انتقادی اگه دارید حتما واسم کامنت کنید، خیلی مهمه واسم و امیدوارم که این کار رو بکنید. منتظر کامنتاتون هستم. دوستون دارم خیلی. فعلا.